ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 21. سبب این است که امروز مرا دوبار با ترس های گوناگون قین کرده گپ پرسیدند، اما از من چیزی شنید. این حال باز یک دو روزی دیگر دوام خواهد کرد. در این میان یا من در تگی قین خواهم مرد یا از گپ گرفتن ناامید شده مرا خواهم کشت. به هر حال عمری من به پایان رسیده و روزی من به شمار مانده است. اما تو هوشیار باش و ترزی کن که تا آن روزی فیروز خود را سلامت رسانی. ما خود نرسیدیم، تو شاید برسی و با کار کنی انقلابی همراه شده کار کن. اگر به آن روز سلامت رسیدی، البته به فرقه کمونیستی درآ تا که در زیر راهبری اون فرقه در راه انقلاب کارهای نمایان کنی. من میمورم، زنده باد انقلاب. گویان عبدالله خوجه سخن خود را تمام کرد، اما از آزردگی بدن خود که گوشتهایش در زیر قین امیری پارچه پارچه شده جدا شده بود از جای خود جنبیدن نمی توانست. با اندک جنبیش لباسش که بر بدن خونشار شدهش چسبیده خشکیده بود کندنی شده آزار به آزارش می افزود. هرچی باشد با یارمندی یادگار بر روی بریاچه رویناکی دراز کشید، اما به جای خورخوری خواب ناله های حزینانه می کشید. گاها مانند کسی که در خوابش سیاهی پخش کرده باشد سخنانی پای در هوا گفت و فریاد می کرد. این سفسطه طبی سوزنده‌ای بود که شبانه از درجه میانه خیلی بالا رفته بود. عبدالله خوجه در تخمین خود خطا نکرده بود. فردای آن روز باز او را بردند، دیگر برگشته نیامد. لیکن بعد از 2 روز که او را برده بودند از سوراخی طرف ریگخانه اول صدای زنده باد انقلاب، زنده باد انقلاب، پس از آن غجیر غجیر غرغره، بعد از آن خرخری آدمی گلو گرفته، نهایت صدای دهشتناکی گرسی کرده به زمین افتادن یک چیزی وزنین شنیده شد. این روزی آخرین عبدالله خوجه بود. فصل 5، حشمت و تیاری. ماه اوگوست سال 1920 جوش و خروش دربار امیر زیاد شده بود. یادگار را که به درون آبخانه تنگ و تاریک غیر از تنها نشستن کاری دیگری نداشت، بیشترین وقتش را با نگاه کردن از سوراخ به طرف ریگستان می گذرانید. یک اولی پگاهی که هنوز آفتاب نبرآمده بود، گروهی از مردم که تخمیناً 200 نفر بودند 4 صف کشیده پیاده از طرف بازار صابون ریگستان از غربی مسجد پاینده نمایان شدند. از دنبال این قطار یک شخص اسب سوار که به تن جامه زردوزی گلدوزی، به سر کلاه زردوزی و دستاری کلان داشت نمایان گردید. لبهای این سوار غوز، بینیش ستوری پهن،
رویش سفیدی پرگوشتی فربی و چشمانش تنگ بود. تنگی چشمان این آدم مادرزاد نبوده، بلکه سرگوشتی رویش چشمش را تنگتر کرده نشان میداد. بروتای این شخص گربگی و ریشش کم و کوتاه بوده. این روش برود با آن جامه و دستار آنقدر شنم نافتاده بودند. خصوصا نمود زیری منه پرگوشتی آویزان از تگ ریشی کم و کوتاه آنقدر زیبا نمی نمود. اسبی سواری این شخص سیاه مشکینی کلام بوده، با یک دوره مخملی زمین دوزی، زین پوشی، گلدوزی، لجام زرین 16 زلفه، پیشبند و پسبندی یخودکاری و قوطاس زرینی کلابوتینی زینت داده شده بود. در جلوی این سوار 2 پیاده می دوید که قیافت آنها به مردمی بخارا هیچ مانندی نداشت. در پای اینها کفش، پیسار زردوزی افغانی، بطنشان جامعه ادرسی کوتاهی تنگ، بسرشان تلپک سوسار نوگدار بود که نوگ آن از سر تخمینا نیم آلچین بلند بوده، به طرف پشتشان خم خورده می ایستاد. میان اینها از روی با یک کمربندی شال که وی را گلیم بافانی کرکی مخصوصا برای همینها بافته بودند بسته بود. برای این کمربند تخمینا 1 وجه بوده، به 2 کنار پیشش زنگوله های غوزگی آویخته بودند. زانوهای اینها با یک زانوبندی تسمگی بسته بود که به این تسمه ها هم زنگوله های غوزگی را قطار کرده دوخته بودند. در وقتی که اینها در رکاب این سوار پای می پرتافتند، این زنگوله ها چنان صدایی می دادند که شنونده گمان می کرد قطاری شتوری می آید. از دنبال این گروه باز یک گروه مردم دیگر پیدا شدند که تخمینا 100 نفر بودند. از پس اینها هم یک سواری با حشمت می آمد. این سوار در زینت اسب و سر و لباس از سوار اول کمتر فرق داشته باشد هم از جهت ساخت بدن خیلی دیگرگونی ها داشت. سیاه جردگی، کمگوشتی، بزروشی این آدم را از سوار اولی فرق می کنانید. باز یک فرق دیگری این آدم از سوار اولی این بود که در جلوی خود پیاده های زنگوله داری سفسار و پیساپوش نداشت، بلکه به جای اینها 4 نفر پیش قطار مردم و 4 نفر در جلوی اسب می رفتند که در زیر بغل اینها دره نام یک اسباب چرمینی دستدار بود. درازی این اسباب تخمینا 1 گز بوده. 4-5 قبط چرمی سخت قفسی پشتنوار را بالای هم مانده بخیه زده دوخته بودند. دسته این اسباب تخمینا 1 وجه بوده، از چوبی زرنگ خراطی کرده ساخته بودند. وقتی که این 2 سوار پس دنبال همدیگر با گروه خود آمده به دمی تخت پل ارگ از اسبهاشان فرا آمدند، از راه روی دروازه ارگ آوازی برآمد: دو به امیر قشبیگی ایشان قاضی کلان و ایشان رئیس کلان آمدن گفته خبر ده. به مجردی برآمدن این آواز یک شخص در تاز بالا برآمده رفت. پس از اینها باز آدم‌های با سولتی گوناگون پیدا شدند. بعضی از اینها کلوچه و چلوار زردوزی پوش بوده، به پایشان موزه‌های امریکانی، به سرشان تلبک‌های سفسار، به سر کتفشان پاگان‌های کلابوتانی و به سر سینه‌شان مدال‌های امیری و امپراتوری داشتند. بعضی دیگرشان با جامه‌های کندل یا کمخاب بوده، به سرشان دستار و کلاه زردوزی و به پایشان موزه پوشیده بودند. قسم دیگر عیناً با همین لباس بوده، به پایشان به جای موزه کفش و مسحی بود. لیکن زینتی اسب دوری، زینپوش، لجامی زلفدار، پیشبند، گردنبند و قوطاس اسبهاشان از یکدیگر کمتر فرق داشت. بعد از اینها باز چند نفر پیدا شدند که دستارهاشان کلانی ویرانه بود، اسبهاشان دوریدار باشد هم از روی آن یک جای نمازی ملگی انداخته بودند. با جلوی هر کدام اینها 2 پیاده می دوید که قریب بود اینها از پیچیدن جامه های درازشان
به پای خودشان افکند. دستار این پیادگان در ویرانگی از دستار صاحب خودهاشان بی فرق باشد هم از آنها اندک خردتر بود. پس از این باز یک جماعه دیگر پیدا شدند. جامه هاشان شاهی های قرشگی، حصاری، قزاقجانی، دستارهاشان شلغمی بوده، از دستارهای اولینی ها اندک خردتر، اسبهاشان از جهت زینت ساده لیکن فربی و خوش ساختر بودند. سیدهای هر کدام اینها بعد از فرآمدنشان اسبهاشان را سوار شده به پیش مدرسه دارالشفا پشت به دیوار قطار شده می ایستادند که در آخر کار این قطار تا بالای حوض رسیده بود. بعد از این دسته دسته سربازهای سواره پیدا شدن گرفتند. هر دسته ای که به ریگستان می آمد قدری مشق کرده نقاره سلامی می زد. از بالای ارگ یکی از آن آدمهای کلوچه و چلوار زردوزی پوشی تیلپکی سفساردار که پگاهی به ارگ برآمده بودند فرآمده به پیش این دسته در آمده از ریگستان برآمده می رفت. در قطار دسته های سربازهای سواره یک چند دسته نفرانشان از 15 تا 17 ساله بودند که نظر دقت بینندگان را به خود جلب می کردند. لباس اینها از پارچه ها و به طرز دوخته شده بودند که از سرباز زیادتر به دختران بازیگری صحنه های تماشای مملکت های بورژوازی مانندی داشتند. پس از سربازان سواره سربازهای پیاده و توپخانه هم به همین ترتیب مشق کرده سلامی زده با سرکردگان خود برآمده رفتند. بعد از اینها یک چند دسته نوکران پیدا شدند که اینها در زیر سله و جامه مقرری بودند لیکن بری جامه و دامن کرته هایشان را به درون چلوار وسیع میشگی کوبکار تازی خود انداخته خیلی چقان شده بودند. یراق اینها گوناگون بوده، بعضی ملتقی فرنگی، بعضی دیگر ملتقی بالاپوری سنبگی، بعضی هاشان ملتقی شاخدار قدیمی داشتند. لیکن در میان هر کدام اینها شاف یا شمشیر آویزان بود که در وقتی به ریگستان آمدنشان این شاف و شمشیرها را از غلاف کشیده گویا کسی را میزده باشند به هر طرف حواله می کردند. به هر کدام این دسته ها یکی از آدمانی جامعه زرباف پوشی سله‌دار از ارگ فرآمده سرداری کرده از ریگستان گرفته برآمده می رفت. بعد از اینها تخمینا 500 نفر آدمانی سواری سنشان گوناگون از 16 ساله تا 70 ساله سله و جامدار پیدا شدند که به دست هر کدام اینها یک ملتقی دنباله پوری فرنگی بود. وقتی که اینها به ریگستان آمده در روبروی ارگ صف بسته ایستادند باز از بالا یک نفر جوانی تخمینا 25-27 ساله که به تن جامه کندل و به سر کلاه زردوزی و دستارچه مسقالی داشت فرآمده به اسب سوار شده پیش در آمد. در دو پهلوی این جوان لیکن یک قدم پستر از آن 4-5 نفر آدمانی میان سال سوار بودند که به هر نگاهی وی به طرف گردن اسب خود خم شده به این جوان تعظیم می کردند. به حدی که سر سینه‌شان به قاش زین می رسید. از قیافت نافرانی این دسته معلوم می شد که اینها سوداگران بخارا هم که این جوان هم از سوداگران بوده به اینها سرداری می کند. پس از برآمده رفتن این دسته گروهی دیگری بسیار کلانی پیدا شد که نفران این گروه از بالای حوض تا در ارگ همه جای ریگستان را پر کردند. اینها رنگ کنده، خیره چشم جنگیلریش و لاغر بدن بوده، جامه هاشان از درازی زمین را می رفت و سله هاشان از ویرانی به گردنشان مانندی کلاوه فرآمده بود. میان اینها با رویمالی از روی بستگی بوده، در دست هر کدامشان یک ملتقی دنباله پوری فرنگی 11 تیره بود. به پایهای خود کفش های سرپایی داشتند که ازار پاچه هایشان بر روی کفش هاشان می فرآمد. یک شخصی ریشکلانی که میانش را از روی جامه کمخواب با فوطه سفیدی بسته و در آن فوطه شمشیر را آویخته بود از بالای ارگ فرآمده به پیش این دسته جامه درازی سله کلابه ایستاده
دستها را برداشته دعای خوانده دست بر او کشید. بعد از آن از بالای ارگ آدمان خوشبیگی جوال جوال مسیحا را فراورده بر هر کدام این پای برهنگان یک دانگی مسیح داده از پیش تخت پل از نظر خوشبیگی گذرانیدند. وقتی که مراسم مسیحیدهی به پایان رسید، مرد شمشیرداری کمخواب پوش: ما ملایان در راه سلامتی ذات عالی و نگهداری شریعت جان خود را فدا می کنیم. امیدواریم که به یمن دولتی عالی نامی جدید و بلشویک را از دنیا نیست کنیم، گفت و به اسبی که از روی دوریش جای نماز پوشانده شده بود سوار شده پیش پیش این دسته در آمده از ریگستان برآمده رفت. یکی از آدمان خوشبیگی: دام الله قطب الدین از همه سرکردگان جناب عالی بهادرترند. انشاءالله به بخارا هیچ آفت نیست، گفتماند. پس از رفتن اینها قاضی کلام و رئیس از ارگ فرآمده با ترتیب و حشمتی که در وقتی آمدن داشتند، قاضی به طرف حولی خود ره سپار گردید و رئیس برای احتساب به سوی خانقاهی بالای حفظ رفت. بعد از آن که رئیس به صحن خانقاه رفته نشست، آدمان یراق جرمیندارش به بازار ریگستان آمده 2 نفر دهقان را از سماور خانه گرفتند و یک خربوزه فروشی را هم که یکی از خربوزه هایش خام برآمد دستگیر کرده همه خربوزه هایش را کفانده پرتافته هر 3 اینها را به صحن مسجد و پیش رئیس بردند. رئیس از دهقانان فرض عین پرسید، ندانستند. فرمود که پشتشان را برهنه کرده آدمانش با آن اسباب چرمینی دستدار دره 39 تگی زدند. پس از آن خربوزه فروش را برهنه کرده او را نیز 39 دره زدند. پس از آن از اینها به حق جناب عالی دعا گرفته سر دادند. فصل 6: مشق جنگ. بیرون چقدر در جوش و خروش باشد هم اکنون یگان بندی ها هم نیست که یادگار به وی گفتگذار کند. ناچار پس از مانده شدن این دیدبانی دهن سوراخ به بستری استراحت خود به بوریاچه‌ای که پارچه های گوشتی بدنی چندین بندی 75 چوب خورده به وی چسبیده خشکیده مانده بود، یا زیده در خواب یا خیال فرو رفت. بعد از ساعتی چشم خود را گشاد که یک جوانی تخمینا 20 ساله در گوشه آبخانه مانند مرغی که به تازگی به یک کتک بیگانه‌اش انداخته باشند خوسیده و خزیده نشسته است. تو کیستی؟ یادگار پرسید. یک بدبخت، جواب داد جوان. شکر کن تو بدبخت نیستی. اولین کسی که به اینجا به آنکه سر و تنش مجروح شده باشد آمده است تویی. باز چی ناشکری میکنی؟ بدبخت ترین مردم در این زمین آن کس است که به جدیدی یا بلشویکی متهم شود. مرا با تهمت جدیدی به اینجا آوردند. بنابراین این روزی من به شمار مانده است. باز به کدام روزی خود شکر کنم؟ یادگار در دل خود بدبختی این جوان را تصدیق کرده باشد هم برای تسلی خاطری وی گفت: درد دیگر اجل دیگر گفتند. برای مصیبتی به سر نیامده عزاداری کردن عمر خود را به بیهودگی با غم گذرانیدن است. باری گویی که ترا کی به جدیدی تهمت کرده است، یا اینکه در حقیقت خودت جدید هستی؟ نه، من هرگز جدید نیستم، جوان گفت. لیکن یوسف بای و قرشی بیگ مرا با این کار تهمت کردند. آنها چی کارند و با تو چی دشمنی داشتند؟ یوسف بای سرکرده دسته بایان است. قرشی بیگ باشد خیشی وی و کفگیر زنان بایان است که به امیر هم خیلی مقرب است. تا امروز میان من و آنها هیچ دشمنی نبود. من یک دلال بچه مقرری بودم که به دشمنی کردن آنها نمی ارزیدم. لیکن امروز
یک فلاکت سبب شد که من به این بلا گرفتار شدم. این روزها بایان با فرمان امیر برای تیاری غذا مشق جنگ می کنند. امروز هم به عادت مقرره دسته بایان در بیرون دروازه قراکل به قشلاق شهر اسلام رفتن مشق کردنی شدند. در وقت مشق جنگ مرا به درون خندقی که نشانگاه در لب آن بود گذاشتند و به دستم یک یلوچه داده گفتند که هر تیری که به نشان رسد یلوچه را خوابان تا که زنندنی آن معلوم شده به دفتر گذرد و از مرحمت عالی سرفراز شود. همه صف بسته ملتقا را به دست گرفته ایستادند. من هم به درون خندق در آمده سر خود را از گذرگاه تیر پایانتر کشیده نشستم. در همین وقت قرشبیک اسب دوانده به سر من آمد و تعیین کرد که هرگاه آواز پریدن تیر هشتم برآید خواه به نشان رسد خواه نی یلوچه را خوابان. من سبب این کار را ندانم هم از بس که قرشبیک بر این یک آدمی کلان تعیین کرد عمل کردنی بودم. لیکن سبیل مانده هشتم به گوش من هفتم رسیده است. بنابراین من با آنکه تیر هفتم به نشان نرسیده بود یلوچه را خواباندم، اما با تیر هشتم از بس که به نشان رسیده بود از روی قاعده مقرری نخواباندم. بعد از تمامیت مشق معلوم شد که در هشتم خودی سرکرده بایان یوسف بای ایستاده بوده است و این تعیین برای خاطری وی بوده است. بنابراین قرشبیک و یوسف بای به من بدگیری کردند و مرا به دست یک شاگرد پیشه خوشبیگی سپرده گفتند که نظر بشنیدیم ما به این کس از جدیدان و بلشویکان گریزه خط و خبر می آمده است. تا تحقیق شدن کار این را برده باب خانه سپاری گفته جوان سخن خود را تمام کرد و گریه کرده سر داد. لیکن ترس این جوان و گمان یادگار خطا برآمد. بعد از ساعتی بندیبان آمده آن جوان را با خلاصیش مبارکباد کرد. کاروانباشی گناه شما را از میر خوشبیگی طلبیدم و من هم دلالت کردم هرچی باشد خدمتانه مرا روغنی کنید ده گفته گرفته برد. فصل هفتم نیت غذا 28 ماه اوگوستی سال 1920. امروز یک حالتی از عادت بیرون روی داده بود. ساعت به ساعت محرمان و یسولان از چارباغ استارم خاصه که امیر در آنجا بود اسب دوانده پیش خوشبیگی به بالای ارگ می آمدند و بعد از رسانیدن سپاریش اسبها را بدل کرده باز در تاس با راه آمده شان برمی گشتند. نوکران التقای شاخدار و سنبگی خودهاشان را به ارگ سپرده از آنجا ملتقای 11 تیره و 5 تیره دنباله پر می گرفتند. عرابه های خوکندی پادشاهی را پی در پی بالای ارگ برآورده از آنجا بار بار کرده فراورده می بردند. از خورخانه‌ای که به پهلوی چپی دروازه ارگ در پایان آبخانه ها بینا یافته بود به قطار پولیمیات های فرنگی نو برآمد توپ های دهمپوری کلان شاخدار قدیمی را هم صدها اسب برآورده می بردند. امروز بازار تماشای یادگار گرم شده بود. وی گاها به دهن سوراخ چشم دوخته احوال ریگستان را می دید، گاها به ترقشی در گوش نهاده گفتگوزارهای در دالان ارگ رفته ایستاده را می شنید. شب شد. دروازه ارگ بسته گردیده رفت آی و تکودوی آدمان امیر هم آرام گرفت. بعد از گفته شدن اذان خفتن از نقار خانه های ارگ توپچه باشی دروازه خود امام شده با میرگنان دروازبان در دالان ارگ جای نماز انداخته نماز خفتن را خواند و به خوابگاه خود که در حولیچه سر دالان ارگ بود رفت. میرگنان دروازه هم موزه و لباسهایشان را کشیده کرپه و بالشهاشان را که مانند درخت خواب مسافران راه آهن با تسمه‌ای بسته در گوشه های صفچه ها گذاشتگی بود گشاده برای خوب حاضری دیدند.
گم 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 تین گم تین 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 گم گم. این صدای طبل قطارک بود که از پیش تختپولی دروازه ارگ برآمده میرگنان را سراسیمه کرد. همه یک بار از جای جسته، دوباره لباسهایشان را پوشیده، میانهاشان را بسته به خدمت حاضر ایستادند. وقت نگذرانیده توپچی باشی دروازه هم از حولیچه‌اش رسیده آمده به پشت دروازه رفته. کیست؟ من میرشب، گشایید. دریچه دروازه گشاده شد و با در آمدن میرشب در حال باز بسته گردید. السلام علیکم. و علیکم السلام. از آن شما تیار است؟ میرشب از توپچی باشی پرسید. 2 نفری را که دیروز قاضی شافرکان فرستاده بود آب تازه کرده ماندم. در همین وقت یک مرد ریشکلان موی سفید قامت بلند که به میان خود کمربند طلا داشت از طرف حوله خوشبیگی به پیش اینها آمد. سلام علیکم. یا سال باشی. شما کهنکارید، از آن شما باید کیها تیار باشد، گفت میرشب به این آدمی ریشکلان. 2 نفرشان سازنده های کهنند که آنها همیشه تیار و چشم برای سفارش عالی‌اند. اما 2 نفر دیگر که دیروز جناب شریعت پناه ایشان قاضی کلان فرستاده بودند بسیار چرس بودند که تا یک شبانه روز از گریه باز نایستادند. خود پاشا بیبی مادر امیر وعظ و نصیحتی بسیار کرده اندکی رام کردند. حاضر بعد از شام حمام کننده لباسهای خاصگی پوشاندند. عرابه خوخندی کپداری که به پس و پیشش نمد دوخته بودند از بالا فرآمده با دالان ارگ در پشت دروازه ایستاد. 2 نفر بچه 15-16 ساله را هم 2 میرگن از حوله توپچی باشی آورده به پیش عرابه منتظر فرمان شده ایستادند. عرابه بچگان کجاست؟ گفته میرشب از یسول باشی پرسید. در عرابه خانه های عالی غیر از همین دیگر عرابه نمانده است. همه عرابه ها را به سرباز خانه ها و قرال خانه، قرخانه بار کرده بردند. در بالا 10 عرابه بالا پوشیده اردکشی بود که به همه آنها هم این گشت روز تیر و دارو بار کرده به کاغان کهنه به شینکی نفرستادیم. ایبی اکنون چی کار میکنیم؟ این بچه ها را به کجا بار میکنیم؟ میرشب گفت. عرابکش به گپ همراه شده گفت. میرشب بیک، شما غلطی بودید. اینها به درون عرابه اشارت کرده. ارده باشند. اینها به بچگان اشارت کرده. هم اردن، اینها را هم به همین عرابه سوار کنید. چی ضرر دارد؟ میرشب مسخره بازی نکن کل، گفت. یا سوال باشی. کلی قربان راست میگوید. وقتی که به نیت غذا قرخانه کشانی بر این یک عذر شرعی در میان باشد به یک عرابه سوار کردن مرد و زن چی ضرر دارد؟ اگر دلتان قبول نکند فردا از ایشان اعلم پرسید. ضرر ندارد. تا رسیدنی به ستاره مخاصه من به اینها غزلی حضرت سلامت باشند را یاد میدهم. اگر یک جا بزم فرمایند همراه شده میخوانیم که وقتی حضرتم بسیار خوش میشود. در جواب این آوازی که از درون عرابه برآمد میرشب گفت. بیبی شما راضی باشید ما هم راضی. هر چی باشد به جناب عالی. میرشب ما را با نامحرمان به یک عرابه سوار کننده فرستاد. گفتم مرا بد نکنید، خاطر جمع باشید. شما گفتار 21 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.